یکی از بزرگترین کلاهبرداریایی که توی کانادا میشه اینه که میتونن ملک شما رو بدون اجازه شما بفروشن. همین رضا جان چیکار باید بکنیم؟ درسته تام، ولی محدود به کانادا هم نیست. این خیلی توی بریتیش کلمبیا اهمیت داره، به خاطر که طبق قوانین بریتیش کلمبیا اگه یک نفر هویت شما به عنوان مالک ملک رو جلب کنه و اون ملک رو به کسی بده که هیچ اطلاعی از قضیه نداره، بعد از اینکه شما خبردار بشید ملک رو به شما برنمیگردونن. یک صندوقی هست به اسم اشورنس فاند که میاد هزینه ملک رو اسس میکنه و اونو به شما میده. بنابراین شاید اون هزینه اندازه ارزش واقعی ملک شما هم نباشه. کار مختلفی میشه کرد که از ملکتون حمایت بکنید. اولین کار اینه که روی اون مورگیج داشته باشید، یعنی بانک هم ذینفع اون ملک بشه و مطمئن بشید که بانک هم داره مراقبت میکنه که اون ملک به کسی دیگه فروخته نشه. یه کار دیگه اینه که یک نوتیفیکیشن رو توی وبسایت دولت کانادا فعال بکنید که اگر تغییر و تحولی روی ملک شما اتفاق میفته به شما خبر بدن. خب بعدی این قضیه اینه که بعد از اتفاق افتادن اون تغییر تحول تازه متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده. اما مهمترین کار اینه که دوپلیکیت ایندیفیزیبل تایتل سرتیفیکیت رو برای ملکتون بگیرید. این در حقیقت یک سند کاغذیه که دولت به شما میده و مادامی که این سند در دست شماست و به دولت برنگردوندید هیچ گونه تغییر تحولی روی ملکتون اتفاق نمیفته. بنابراین شما مطمئن میشید که میتونید اون رو توی بانک یا توی یک صندوق امانات یا دست وکیلتون بسپارید و از کشور خارج بشید و مطمئن بشید که ملک شما در غیاب شما به کسی دیگه فروخته نمیشه.